Kia K5 سالش 2010 ماشین واگن می باشد. من این نمود بیرونی ماشین خیلی دیده شده. من این نمود از کفای ماشین. از داخلی سالن میبینیم. این داخلی سالن سیدینیوی کفاشان اباگرید الکترا پاکت با ماش پانورامه. این سالن کیشه 4 الکترا پاکت سینتر زمان یعنی باید چارجینگ داخل میشه. коробка автомат CD player برداشت کامپیوتر کیلومتر کنترل پробегаш 83000 کیلومتر این تیرل میباشد. موتور 2 سوزشواری بنزین расходаш 10 تا سخت میگردد. این خیلی که دیده شده حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 15000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 614 0888 92 770 0803. ماشین نوبتی ما هوندا سروی سالش 2008. من این نمودی بیرونی ماشین خیلی که دیده ایستادید. من این حالتی بالان ماشین من این نمود از کفای ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترا پاکت سنتر زمان مولتیرل کیلومتر کنترل برداشت کامپیوتر коробкаш автомат 2 تا سیدینی پیشش اباگرید. از پробегش هم میفهمید. منی حالت سالن ماشین سیدینیاش کارجینی میباشد. لیفت سانی سیدینیا لیفت. منی حالت سالن کفای ماشین. پробегаш 195000 کیلومتر. موتور جویچو سوزشواری بنزین расходаш چه؟ Trase 7 litr dönüşer 8 litr. расходаш трассе 7 لیتر дунишар 8 لیتر میخورد. من خیلی که دیده شدید حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 15000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 210 01. مینی کوپر سالش 2001. این نمودی بیرونی ماشین. من این نمود از کفای ماشین. داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن من 2 الکترا پاکت سنتر زمان CD player پробегаш 177000 کیلومتر. مولتیرل صاحبه همینجا هم روانه صاحبه. یعنی سیدینیاش کارجینی میباشد. این با پشتش هم سیدینیاش هست. موتور 1.6 سوزشواری بنزین расход چقدره؟ 6 расходش 6 لیتر سخت میگردد. این خیلی که دیده استانید حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 70000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 746 0007. اوپلاش که سالش 2007. ماشین واگن نمی باشد. من این نمودی بیرونی ماشین. من این نمود از کفای ماشین. برای شما از داخل سالن معلومات میدیم. داخل سالن
دو الکتروپاکت، коробкаш механик, اینجا CD پلیر دارد، برداشت کامپیوتر. از پربیگش میفهمیم. پربیگش 157,000 کیلومتر. این دوتا CD اینو پیش ابگریف میباشد. این حالت سالن کافای ماشین بسیار در حالت خوب. موتور 1.6 توین پور، سوزواری بنزین. راستخود چقدر؟ راستخود داره اینجا نگاشت هست اکو نمیدونیم. راستخودش نامعلوم. این چخیلی که دیده سنید حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 53,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 959 00 89. اوپل کراوانجی سالش 2006. ماشین واگن می باشد. من این نمود بیرونش این نمود از کفای ماشین. از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن من اشتراکی کفاش من این حالتی سیدینی ماشین. داخل سالن ببینیم پیشه دو الکتروپاکت، коробкаш механик, CD پلیر دارد. پربیگش 243,000 کیلومتر. یادآور میشیم کانسنیراش کار میکنه. بسیار حالتش خوب. موتور 1.6 1.6 سوزواری بنزین. من چخیلی که دیده سدید حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 58,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 970 40 30. خونده صنعت سالش 2010. ماشین واگن می باشد. من این نمودی بیرونه ماشین چخیلی که دیده سدید من این نمود از کفای ماشین. داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زماک، یعنی آینه چاش کنافش نیدی گرافکه میشد. коробкаш автомат تیترونیک. دوتا CD نیوی پیشش ابگریف، CD پلیر، مانیتور، بورد کامپیوتر، کلیمیت کنترل، کلیتاش نیخی ستاپ استارت. از ببینیم که نی باید نیست می؟ چپاش نیست می؟ چپاش اما مونی دهتون تو پربیگشه بینی؟ نه هم تو پربیگشه نشان میتیخ تو ستاپ سره هم تو زیر کنی دیگه. پربیگش 109,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین. سیدینی های کفاش هم یکی ابگریف بوده است. چخیلی که دیده ساده این بومش پنرامه بله. موتور 2 سوزشواری بنزین. راستخود چقدر اکو؟ راستخودش 10 تا سخته میگردد. یعنی چخیلی که دیده سادید حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 100,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 720 34 34 92 903 95 99.